سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال GTA V. امروز اومدیم بهتون یاد بدم که چجوری تبدیل به ماب شید. موبای مختلف مثل اندرمن، حالا هر چیزی که خواستید. بریم واسه این ویدیو. بچه ها شما به چیزهایی که نیاز دارید یه دونه نیم تگ نیم تگ، یه دونه انویل، یه کامن بلاک هم میخواد که واسه آوردن کامن بلاک باید چیت بزن. خب سلش کامن بلاک هم آوردیم. اول انویل میذارید، انویل رو هر جا گذاشتید انویل میذارید، اسم نیم تگتون رو میذارید کینگ داره، میذارید کینگ اگه گذاشتیدش کینگ، کامن بلاک رو میارید، مینویسید خب بعد بذارید رو ریپیت کامن بلاکتون رو بنفش. خب یه دونه لیور هم میخوایم، لیور اینجاست، میذاردش رو کامن بلاک میزنید. خب حالا من مثلا میخوام به اندرمن تبدیل شم. حالا یه چیز دیگه ببخشید، یه مجون نامری کننده هم میخوایم، یه مجون نامری کننده 8 دقیقه ایشو برمیدارم. حالا یه ماب تخمه ماب رو بردارم، کلیپر. خب خیلی هم نباید از کامن بلاک دور باشید. کلیپر رو میذارم، نیم تگ رو میذارم و تمام. الان باید مجونم بخورم. الان هر کاری کنید کلیپر هم میکنه، بپرید هر کاری کنید. هر مابی که خواستید میتونید تبدیل شید. اگر مثلا زیاد از کامن بلاکتون دور شید، مثل الان من خیلی دور شم، از کامن بلاک دور شید، از کامن بلاک دور شید دیگه ولتون میکنه. بعد نزدیکش باشید، خیلی نباید دور باشید. مرسی که این ویدیو تا آخر نگاه کردی. لایک و ساب مثل همیشه فراموش نشه. خدا نگهدار.